بیا اینجا. ما میایم روی کره زمین بدون هیچی. خب یه مدتی اینجاییمو زندگی میکنیم، بعدم از اینجا میریم باز بدون هیچی. دقیقاً این وسط نگران از دست دادن چی هستی؟ اوکی، بالاخره اینجا باید تلاش کنی، نمیدونم کار کنی، پول در بیاری، غذا بخوری، باشه قبوله. ولی اینقدر نگرانی واسه چی؟ واسه چیزی که مال تو نیست. هر چی که داری باید بذاری بری. 2 تا راه وجود داره. 1، پس هر چی که داری لذتشو ببر. 2، اگه اون یکی از تو بیشتر داره، در نهایت بازم اونم نمیتونه ببرتش. بدون هیچی میای، بدون هیچی هم میری. اینجا یه محدود است. لذت ببر، حال کن، به دست بیار، کمک کن، بذار و برو. این همه هرس خوردن واسه به دست آوردن چیزی که نمیتونی ببریش بی خود نیست رفیق. بهش فکر کن. مخلصم.